نشریه انگلیسی زبان ایورو آزیان اورگ که مسئول اورو اوسیو از جمله تحولات اوسیای مرکزی رو پیگیری میکند روز 28 یولی سال 2022 در یک مطلب مفصل از تهدید فشار قرار گرفتن مؤسسه‌های مربوط به رهبر روحانی اسماعیلی‌های جهان شاهزاده کریم اوغوخان چهارم خبر داده نوشته است که فشار در پی تعقیب ضد پیروان اوغوخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت میگیرد. مقامات تاجیکستان به سازمان‌ها و شرکت‌های تحت نظارت اوغوخان فشار آورده ایستادند. اوغوخان احسانکار مقیم اروپاست که پیروان مذهبی اسماعیلیت در پامیر او را رهبر روحانی خود مینامند. حمله به مؤسسه‌های اوغوخان از چند سمت ادامه دارد. پامیر دیلی نیوز تلگرام کانالی که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند اخیراً خبر داد که وزارت معارف و علم تاجیکستان میخواهد اجازتنامه لیسه اوغوخان را در خوراق بیکار کند. این لیسه مربوط به دانشگاه آسیای مرکزی است که از جانب شبکه رشد اوغوخان مبلغ گذاری می شود. همین طور دیگر چاره‌بینی ها برای کودکان که از سوی ساختارهای اوغوخان راه اندازی میشد با طلب قطع فعالیت زیر فشار قرار گرفتند. لاگرهای تابستانه برای کودکان را که نیز از جانب مؤسسه اوغوخان مبلغ گذاری میشد پره بستند. کارمندان دانشگاه اوغوخان در خوراق ترس دارند که مقامات این مؤسسه را هم دولتی میکنند. نه اکادین و نه حکومت تاجیکستان هیچ کدام از این رویدادها را شرح ندادند، ولی مؤسسه‌های تجارتی مربوط به اوغوخان نیز از فشار درک دادند. کارمندان این شرکت‌ها به شرط فاش نکردن نامهایشان خبر دادند که بانک یکم خرد مالیوی و شرکت علاقه موبیلی اتصال موردهای سنجش‌های نوگهانی قرار داده شدند. در سالهای آخر موردهای فراوان غصب شرکت‌ها از جانب افراد مربوط به عائله پرزیدنت امامعلی رحمان و شخص‌های نزدیک به او مشاهده شده است. منابع در داخل شرکت‌ها مربوط به اوغوخان طرز دارند که هدف سنجش‌های اخیر گویا پیدا کردن کمپرامات‌هایی است که می توانند زمینه را برای تکرار بعد چنین سناریو یعنی غصب بعدی این شرکت‌ها فراهم سازد. احتمال غالب ریشه در تلاش‌های اخیر رژیم امامعلی رحمان جهت تعقیب نظارتش بر ولایت مختار نوآرام بدخشان دارد. اکثر اهالی این ولایت از نگاه مذهب پیروان اوغوخانند. تعقیبات حکومت که ماه آغاز شد باعث بازداشت ده‌ها نفر و کشتن 3 لیدر غیر رسمی این ولایت محمد باقرов، خرسند مزارov و زهیر رجبov شد. لیدر دیگر غیر رسمی این منطقه طالب ایانبکov ماه ایون به حبس انداخته شد. اکادین شبکه رشد اوغوخان در تاجیکستان سالهای 90 بعد صاحب استقلال شدن این جمهوری به فعالیت آغاز کرد. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بر اینند که در دوران جنگ شهروندی سالهای 90 که راههای اساسی به این ولایت بسته شده بود محض اوغوخان مردم بدخشان را از سخت‌ترین فلاکت بشری گرسنگی نجات داد. از آن زمان به بعد اکادین فعالیت‌هایش را در تاجیکستان به حدود خیلی فراتر از لایحه‌های بشری گسترش داد و حال و فعالیت‌های ساختارهای اوغوخان ساحه‌های معارف، تندرستی، انرژتیک، کشاورزی، بانکداری، مخابرات را نیز فرا می‌گیرند. ساختارهای اوغوخان عملاً بزرگترین کاردهنده در این ولایت مختار سخت محروم از جای کار و امکانات‌های اقتصادی به شمار می‌رود. رهبر روحانی اسماعیلی‌ها شاهزاده کریم اوغوخان چهارم بار اول سال 1995 از پامیر تاجیکستان بازدید کرد. این روز را در اینجا همچون روز نور جشن می‌گیرند. پیروانش هر سال به شرف زادروز اوغوخان نیز تنتنه‌ها برپا می‌کنند. این نوروزگی مقامات رسمی دوشنبه را به بار آورده است، چون که آنها پرستش شخص پرزیدنت امامعلی رحمان را به راه ماندند و در رسانه‌های رسمی نام او را با علاوه پاره عنوان رسمیش اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت به زبان میگیرند. اوغوخان بار آخرین هنوز ماه اپریل سال 2012 از تاجیکستان بازدید کرده بود. از آن به بعد ساکنان پامیر چندین بار امید داشتند که او را در مراسم افتتاح چندین انشاءات با پول وی ساختش از جمله در کشاده شوی دانشگاه آسیای مرکزی در خوراق ببینند، ولی ظاهرا حکومت تاجیکستان در نهایت امر مانع سفرهای او شد. بعد تعقیبات امساله در ولایت مختار کوهستان بدخشان رمزهای بخشیده به اوغوخان را برچینده ایستادند. از جمله اخیراً یک یادگاری از سنگ ساخته شده با رمز مذهبی اسماعیلی و با مدح و ثنا به اوغوخان را از یک کوه کنار خوراق برچیندند.